نام من محمد نادر است. من از افغانستان، از ولایت میدان وردک هستم. من در این انظور گالری تقریبا 2 سال است که اینجا میایم و من بسیار چیزا رو در اینجا یاد گرفتم. اول بار که آمدم و پیش استاد سیال در اینجا من رسامی رو که شروع کردم، بار اول من در چیز نشنل در لاهور یک اگزیبیشن بود که در اونجا من حصه گرفتم و در اونجا پینتینگ من سلکت شد و باز در اینجا در پشاور بسیار اگزیبیشن شد و بسیار دیگه کامپیتیشن شد که در اون ما بسیار حصه گرفتم و در اون مقام اول، دوم، سوم هم که گرفتم و در اینجا ما بسیار چیزهای دیگر هم یاد گرفتم که رسامی پورتریت یاد گرفتم، پروفشنال بسیار چیزای پروفشنال دیگر. یگان چیزی که من یاد نداشتم کلش از همین یاد گرفتم و برای ما بسیار خوب وقتم میتن. در اینجا پابندی نیست که شما ساعت 9 بجه بیاید، 5 بجه بیاید که دی وقت برید. همه تو برای ما پراپر تایم هیچ کدام چیزی نیست. همه تو خوب ماشاءالله در اینجا یاد گرفتم. ما استادش هم بسیار یک استاد با پر استعداد است و اگر کسی میخواد که در اینجا بیایه، تایمش از ساعت 9 تا ساعت 9 شب هر وقت که آمده میتونه در اینجا بیایه و از این استاد یک کاری یاد بگیرن. تشکر.